این شرکت ها اعلام ورشکستگی کرد. آیا میدونستید که بیشتر شرکت ها به خاطر نداشتن یک ERP خوب هر روز دارن ضرر میدن و در نهایت محکوم به ورشکستگی هستن؟ عدم یکپارچگی در اطلاعات، دوباره کاری، هزینه‌های پنهان و سردرگمی بین واحدها، اینها همش یعنی هدر رفت منابع، زمان و پول. اما با یک ERP همه چیز دقیق‌تر و یکپارچه‌تر پیش میره. از تأمین و تولید تا فروش، از انبار تا مدیریت مالیتون، همه تصمیم‌ها دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر میشه. با یک ERP هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا میکنه و در نهایت منجر به افزایش درآمد شما میشه. اگه هنوز ERP ندارید یعنی دارید هزینه میکنید که ERP نداشته باشید. وقتش تغییر رو شروع کنید. برای مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر کافیه کلمه مشاوره رو کامنت کنید.